اسمی که پدر ما بسیار واضح گفته بودند که عملیات ما به خاطر ادبیات ماست، تمام مقاومت ما به خاطر حفظ فرهنگ، تمدن، زبان، هنر و بسا چیزهای دیگر. دوستای عزیز، حرفای احمد مسعود ما و شما شنیدیم. این کلیپ تقدیم بونمو هر رامزاده های بیناموس اخوانی است که لایف میگن خراسان نگوین، تاجک نگوین، فارسی نگوین که وحدت ملی خراب میشه و این خلاف سیاست جبهه مقاومت است. احمد مسعود با صراحت لهجه گفت که مبارزه ما برای زبان فارسی است، برای حفظ قدرت خراسان و تاجیک است. مبارزه علیه افغانای هرامندوی و نسل جوگی افغانستان است. پس هر جوان تاجک با صراحت لهجه در لایف ها از خراسان، تاجک، فارسی و اقتدار ما باید یاد بکنیم.